درود شنوندگان گرامی، راغبان ادبیات، به توجه شما عزیزان، آثار مکمل یکی از شاعران حوزه ادبی عصر 19 بخارا، شمس‌الدین شاهین، تحت عنوان کلیات شمس‌الدین شاهین در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل بشنوید. گفتار سیوم. شناخت و بزرگداشت گذشتگان ملت یکی از عنصرهای افتخار وطنداری به شمار می رود. از این رو اقدام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مورد رو آوردن به گذشته فرهنگ ملت در رابطه با درک مقام گذشته و امروزه تاجیکان در گسترش تمدن بشری شایسته تحسین است. شمس‌الدین شاهین از ستاره‌های درخشان ادبیات فارس و تاجیک آخر عصر 19 می باشد که نام او با واسطه نام پدرش مولا امان که از دانشمندان و مدرسان مشهور بخارا بوده است با نام کلابی علاقمند است. استاد صدرالدین عینی در نمونه ادبیات تاجیک چنین فرمودند: پدر شاهین مولا امان نام کلابی است. از وطن اصلیش به نیت تحصیل علم با بخارا آمده در اینجا توطن و ازدواج کرده. شاهین در بخارا تولد یافته و کسب و کمال نموده است. بیا که وضع جهان طرز دیگر افتاده است، که هر کی شاد در او زیسته است ناشاد است. ز غنچه هر ورقی گل که وا شود به نسیم، به فرق بلبلی بیچاره تیغی بیداد است. نواله های جگر در چمن به دعوتی کیست، که لاله در طبقی آبنوس بنهاد است. چیسان به زود گراید دلم، که مدت هاست به بانگی بربط و شربی مدام افتاد است. نه من کشیدم امروز در قلم خط عشق، که عشق خط نخستین لوح ایجاد است. گذشت ناله‌ام از سنگو با تو در نگرفت، دلی تو ای بتی چینی مگر ز فولاد است. زمانه پنبه غفلت نهاده است به گوش، وگرنه هر سری مویم زبان فریاد است. فرشته را چو بدان زلف
می کشی در دام، چی احتمالی خلاصی به آدمی زاد است؟ فقیه شهر که فتوا دهد به حرمت می، اگر به موسمی گل داده جای ایراد است. به سالها نکشد ننگ تهمت تعمیر، خرابه‌ای که به سیل حوادث آباد است. نرست هیچ دل از دام طرش شاهین، مگر دل تو که بسمل شده است آزاد است. دلبرا حالم خراب از نرگسی فتان توست، خاطرم آشفته از زلفی عبیرافشان توست. خواه از ابرو به تیغ، خواه از مژگان به تیر، ترک من با هرچی می خواهی بکش، حکمان توست. گفتمش درد تو درمان ندارد، چون کنم؟ گفت ای غافل ندانی، درد من درمان توست. هر که پیمان وفا بربست با میگون لبت، گرچه شد پیمانش پر، بر سری پیمان توست. گر کنم من از محبت، کی پذیرد حرف من؟ این دل دیوانه من بس که در فرمان توست. گفت مشکل تر ز جان کندن چه باشد در جهان؟ گفتمش ای شوخ حل عقده تنبان توست. گفتمش از گریه چشمم کور شد، خندید و گفت گرد راهم توتیایی دیده گریان توست. دل اسیری طره خم در خمت امروز نیست، همچو گوی افتاده عمری در خمی چوگان توست. ساییدت را سیم می خوانند و از این غافلند، کوه کوهی سیم پنهان در ته دامان توست. از می معشوق اگر زاهد همی جویی کنار، از رهی تقوا مگو از نیستی ایمان توست. شعر شاهین شهره زان رو در ملاحت گشته است، کز نمک پروردگانی سفره احسان توست. جان شیرینی منی شیرین پسر قربان توست.
هرچی شیرین تر بود از جان، فدای جان توست. از میان بالا مکن تکلیفی وصلی خود مرا، زان که مقصودی منی مه، از میان پایانی توست. با همه شکر بیانی، طوطی شیرین بیان، منفعل از لعل شیرینی، شکر افشان توست. آنچه می گویند لعل، آنچه می گویند دور، آن اشارت از لب وین رمز از دندان توست. خواه بگذاری به هجر، خواه بنوازی به وصل، هرچه فرمایی دل من، بنده فرمان توست. جای احسان می کنی، نفرین منی بیچاره را، ای فدایت من دلم ممنون این احسان توست. ترک من رحمی که بر جان و دلی افگاری من، زخمی صد تیغ و سنان از ابروی ترکان توست. سامری در ساحری با آن همه دستی که داشت، کمترین از چاکرانی نرگسی فتانی توست. حاله در گرد قمر، یا شک در اطراف ماه، یا بدوری آرزی نسرین، خطی ریحانی توست. خیر کن بر عاشقی مسکین خود ای سیم تن، زین همه سیمی که پنهان در ته دامان توست. سر به قرصی مهر و مه، هرگز نمی آرد فرو، هر کی شاخا همچو شاهین، ریزه چینی خان توست. آن حقه دهان تو، یا تنگ شکر است، یا چشمه حیات و یا حوض کوثر است. خونم خوری و باک نداری که خون من، گویی حلال تر به تو از شیر مادر است.
آشفتگیم یک سریم و کم نمی شود، تا طره رسای تو آشفته بر سر است. گر کیسه‌اش تهی بود از سیم باک نیست، آن را که چون تو سیم بری خفته در بر است. بخرام سوی باغ که قدی بلند تو، سرکوب نخلی سرو و نهالی صنوبر است. مستغنی است حسن تو چندان که پیش تو، بود و نبود عاشق مسکین برابر است. تا از دهان تنگ تو دارم امید کار، از خوان دهر روزی من کم مقرر است. آویخته به هر سریم و جان عالمی، زلفت که در ربودنی دلها دلاور است. گاهی فرشته خوانم و گه حور گه پری، برگو که با جمال تو زینها چه در بر است. داغم که از قبول تو عز و شرف نیافت، شاهین اگرچه از دل و جان با تو چاکر است. دلم همچومین خاری بلبل دو نیم است، که دامان آن گل به دست نسیم است. تو را زان قد و کاکل و زلف جانا، الف در میان و ز دو نون و جیم است. برافروخت بر ایمنی زلف آتش، دل من که بر طور معنی کریم است. دلم زان خم زلف بیرون نیاید، که چون نقطه در حلقه نون مقیم است. تو را زلف و قد و دهان گفت شاهین، که در مصحف حسن الف لام میم است. داغ عشقی تو بر رخساره دل خالی من است. از تو ادبار گر آید به من اقبال من است. قد شمشاد تو هر جا که رود از دنبال، تنی همچون الف و قامتی چون دال من است. هر مذلت که به من می رسد از دور سپیر، راست گویم اثری شومی افعال من است.
هر کجا می روم ای رشکی بتان، بختی سیاه همچو گیسوی تو افتاده به دنبال من است. کار و کاچاری دیگر نیست مرا غیر از عشق، عشق خوبان همه کاری من و کاچاری من است. گه غمی دل خورم و گه ستمی دیده کشم، این دو خودکام عجب مرده غسالی من است. حسن عاشق صفتان غیر گرفتاری نیست، حلقه دام به پا زینت خلخالی من است. طعمه روح بود اهل خرد را شاهین، صید معنی که اسیر خم چنگال من است. مرا که عشقی نکویان نکوترین عمل است، خوشم کز این عملی نیک نام من مثل است. شبی وصال که وقتی نفس کشیدن نیست، بگو به مرغی سحر کین چه بانگی بی محل است. قدم همی زند از حد برون و می ترسم، که مدعی خریلنگ است جاده پر وحل است. به قسمت ازلی گر تو راضی زاهید، ز من مرنج بر این دی که قسمت ازل است. مهل که عمری عزیز تو بگذرد بی وصل، که وصل یار چو عمری عزیز بی بدل است. مرا به لعل لبت حیف آید از دشنام، از آن که تلخی سوم با حلاوت عسل است. خرد به شعر تو شاهین از آن بود واله، که یک حدیث و هزارش نکات محتمل است. نفس باقی است گرمی برخی جملانی توام، تا نفس باقی است گرمی برخی جملانی توام. خاک گردم هم غباری گردی
دامانی توام، خواب گردم هم غباری گردی دامانی توام، شانسان گرد استخوانی از تنش باشد هنوز یارب، سینه چاکی حسرتی زلفی پریشانی هم، سینه چاکی حسرتی زلفی پریشانی هم. چند میلی خانه آینگاهی میتوان یارم، چند میلی خانه آینگاهی میتوان یارم، روی سوی خانه من هم کی مهمانی توام، روی سوی خانه من هم کی مهمانی توام. تیر بختی وحشت اندوزی بی صوتی خور نیست یارب، سایم گر سایه سروی خرامانی توام یارب، گرچه خواندم از محبت از فصل و بابا، گردیدم بالم زان که راجی همچو میر یارم، شوره گردیدم بالم زان که راجی همچو میر یارم، مهربانا ریزه چینی خانی احسانی هم، مهربانا ریزه چینی خانی احسانی هم. شنوندگان ارجمند، شما گفتار سیوم را از روی کلیات شمس‌الدین شاهین در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان گفتار شیرعلی نغزلی، صدابردار کریم طالبوف. تا برنامه‌های دیگر با شما روح بالیده، خاطری جمع و تندرستی تمنا می‌کنیم.